سلام و صد سلام به همه همیاران گل سیمای آزادی که چند روز بدون توقف دارن میتازن. آقا نمیدونم میدونی یا نه، این تلفن‌های شما مصرف سگانه داره. اولش همیاری با سیمای آزادیه، بعدیش یه آپرکات اساسی تو فک علیگدا و نظام ولایته، سومیشم اینه که بنده موشکاف و یه زب پای آین تیوی میخکوب کرده که همینجور بشینم و قربون صدقه مرام با صفای شما برم. سلام میکنم به شما آقای کلانی، به همینطور مهمونان صدای مقاومت، صدای فریاد در گلو مانده مردم ایران رو در سیمای آزادی با سیمای آزادی به خونه‌های تک تک همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. زنده باد آزادی، خدا نگهدار همه شما باشه. این ماهواره و اینترنت تو نظام آخوندی حکم جن و بسم الله رو داره. چرا؟ خب معلومه دیگه، تماسا و برنامه‌های ایرونی‌های بامرا نظام رو میبره رو ویبره، اونم ویبره سرنگونی. بله، اون قرشمال بازی شیخپری تو خارج رو یادتونه؟ داداش قربونت اون فیلم شیخپری رو بذار تا بنده بحثمو ادامه بدم. There are many technologically smart and savvy young people in Iran, and I know they're waiting for that opening. How about the issue of access to satellite television? Satellite television, you'll find it in every village in Iran. Of course, the villages, they have more of them than the urban areas. If you just look at the rooftops, you'll get a sense. I think that in the world today, these things are kind of, you know, a little old demo day in a sense. All countries have all people have access to satellite networks, and the people of Iran have it too. البته همون موقع هم با نفربر و تانک داشتن سقف روستاها، ببخشید بشقابای روی سقف روستاها رو صاف میکردن و این بازی واسه دلخوش کنک اونایی بود که به ریش بنفش شیخ فریدون دل بسته بودن. حالا اینجا رو نگاه کنین که یه دیش آب یخ ریخ رو بازی دل قلب دادن دولت اصلاحات و مشتریاش. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر را به دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ایم. پاسدار عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت این تصمیم در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 13 عضو دارد گرفته شده. بابا عجب لرزه‌ای بر اندام کارگروه مردشور برده و اعضای 13گانه نحسش افتاده. حالا یه چند تا از اونها رو بگو ببینی. 6 نفر از آنها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. 3 عضو هم از تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است. 1 نفر هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و 2 نفر هم نماینده مجلس. بله، عرض نکردم ترس سرنگونی ریش بنفش شیخپری رو میچسبونه به عمامه سیدعلی و به قول اون ملعون همه با هم چماق و بر میدارن. ترسشم تا اونجاست که حتی نمیتونه اسم اونی رو که ازش میترسه ببره. منظورم همون آین تیویه دیگه، حتی از اسمش میترسه آقا، ولی کور خوندن. هموطنای گل خودم با همین همیاری و تموم کارهای دیگه که شب و روز میکنن فیلتر نظام که چه عرض کنم، خود نظامو میزنن در و داغون میکنن. ای والله دمتون گرم. سعدش مفهوم تل فقط تلستان شونه دادم. شبا که خونه میرسم شوکی مالای ناکسم زودی میگیرم ریموتو دستم آین تیوی میخوام من تو رو ببینم تو رو ببینم
تو به چرخ و مانم بگیریم مهارت شوت خان بیا روی بوم کمک بابا آنتن باس بکنیم هوا اگه نباشه نداره صفا آین تیوی میخوام من تو رو ببینم وای تو رو ببینم یا سر کوچه یا تو اتوبوس فیلمای دنبیشه بلوتوث میشه برای بچه آشنا و دوست آین تیوی میخوام من تو رو ببینم بیا بابا مامارست دیگه بیا آی میسوزنی ناخونده خاکسترتم اگه تو باشی تو خونه ها قد میکشن جوونه ها با تو میخونم ترانه ها تا نباشن این شبونه ها به من میگن بابا پلنگ با این LMG قشنگ هی میکوبم تو فرق ملاگ دمن آین تیوی میخوام من تو رو ببینم وای تو رو ببینم وای 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 اره مابارش فقط اشمت خان ستون دارم چی داداش باز کشتونو بکنی شما آنتنو برپا کنی شما لره رسوا کنی شما آین تیوی میخوام من تو رو ببینم وای تو رو ببینم آین تیوی آین تیوی آین تیوی میخوام من